از زمان آستان تا باستان ایجاد و هنر وسیله تربیه انسانیت بوده است. رسالت آن باشد بر شانه آنهایی است که در عالم زیبایی پرستی، نوگرایی، نگاه تازه و باخیرتانه و نظر پردازی های سازنده نفس نفس قلبشان تپیده است. نبض قلب های این زمره انسان ها برای فرهنگ و هنر می تپند و با ایجاد و تازه آفری نفس می گیرند. ایشان مثل ستاره های در فضای هنری برای رشد و نموی فرهنگ ملی روشنگری دارند. هنرپیشه و حجم‌نگار شناخته کشور مукимчон Абдуфаттоев 18 دکبر سال 1974 در شهر اسفره ولایت سوق تولد شده است. در تکنیکوم صنعت خوراکواری شهر اسفره و دانشگاه عالی تکنیکی صنعت خوراکواری تحصیل نموده است. سال 1990 بعد اشتراک موفقانه در فستیوال آزمون جمهوریوی بوستان به تئاتر خلقی شهر اسفره به کار دعوت می شود. در تئاتر نامبرده همچون کارگردان و اکتور زحمت کشیده است. دانشکده دولتی صنعت به نام میرزا ترسونزاده را در رشته اکتوری غایبانه ختم کرده است. سال 2002 در تئاتر موسیقی مسکه شهر خوجند هنر آزمود و سال 2003 تئاتر استودیوی خندین کمان را تأسیس داد که توانست هیئت هنرمندان را گرد آورد و در ژانر حجب کامیاب گردد و دایره وسیع مخلصان را در گوشه و کنار جمهوری و خارج از آن جلب سازد. به صفت کارگردان، اکتور، حجب‌نگار زیاده از 400 برنامه‌های کنسرتی عبارت از صحنه‌های حجبی و نمایشنامه‌های تلویزیونی حجبی را منظور بینندگان گردانیده است. با مدال خدمت شایسته قدر شده است. ما شما را همچون هم هنرپیشه و هم حجب‌نگار یعنی معرفی کردیم در برنامه، ولی پیش از همه می‌خواستم درباره حجب تاجیک صحبت نمویم. امروز حجب تاجیک در چه حال قرار دارد؟ بهترین سخن‌ها را گفتید نصیبه. من راستیگه می‌ندارم از آن که شما مرا دعوت کردید و امروز من اگر خود را کمترین متخصصی همین ساحه اگر حساب کنیم، من گفتنی هستم که حجم ما در سطح بالایی نیست حاضر، چون ما یکم کار حجم نویس نداریم. اونی که برای حجم نگاران تیار میکنند مواد میدهد و مواد از محرری میگذرد الکی و انا همین چیزا ما نداریم. اگر ما نگاه کنیم به حجم مثلا گیریم دور نمیرویم، انا دولتی همسایه نگاه کنیم، اگر پس هر یک حجم‌نگار اقلاً 6 تا حجم‌نویس می‌ایستد. یعنی که این چی رو می‌فهماند؟ یعنی که همون حجم‌نگاری که به صحنه میبراید و با طرز و اسلوبی خودش این چیز نقل میکند و میبازد و الکی مواد تیار دارد و برای این چیز تشویش نمیکشد. خب امروزه کمبودی اساسی حجم ما این یکم حجم‌نویس نداریم. دوم، هر یک حجم رو باید که از من طرفداری آنم که اکنون این سنزور گفتنم نادرست است، لیکن محرر باید بیند این چیزا. نه همه چیز باید که از صحنه بلند و از مثلا گیریم یک چیز نمایش داده شود. من طرفدار آنم که حجم‌نگاری که برآمد میکند خو از صحنه باشد، خو از طریق یوتیوب کانال ها تماشا میکنیم، این باید که یک بار از همین چارچوبه گوییم که حجم در داخل چارچوبه باشد. یعنی که وقتی آن رسیده است که الکی ما حجم رو سریشته کنیم. امروز اگر ما متحد شویم، همین گفته های من اگر شود، من گمان میکنم که آن عربه نیو ماشین میشود، یک ماشینی چی میشد. بنابراین ما باید که آموزیم، حجم های آموزیم. پیر خنده خواجه نصرالدین تاجیک است. انا همین چیز خودش بس است، بسنده است که ما باید همین حجم تاجیک به دقت دهیم. خب امروز به رسمیت در آمده است اونی که یک 3-4 نفر یک تا میشوند و یک چیزی میدهک ثبت میکنند و به یوتیوب کانال حواله میسازند و از اونجا انتظاری لایک و آبونه شوی ها میشوند. خب خوب است، این هم در آغاز خوب است، لیکن اکنون امروز نگاه کنید، اگر ما به قریبی من جشن 30 سالگی جمهوری اسلامی تاجیکستان جشن گرفتیم، گمان میکنم که وقتی آن رسیده است که باید که ما در پایتخت مثلا گیریم در ولایت ها یک مرکز های مثلا گیریم داشته باشیم که در اونجا حجم‌نگاران جوان اونها تربیت کرده، سپس به پایتخت مثلا گیریم تیار نموده گسیل نمودن و در پایتخت اونها برآمد کنند، چون از پایتخت وقتی برآمد میکنید تمامی مناطق تاجیکستان تماشا میکند و چیزی.
دادو ها بچه ماندن شوی بی همین اناره یک پایوان کنم شفتالو با شافتالو با میش دوشد می یه وای سال ناک با گیلاس پایوان کنم گرفتو آها شما میتونید دادو لبه همین من زنگیرم میفتاسیم یه جا کاری ناز میکنی دیالکی نوی جا کاری ناز میکنی از سیدو با برامدی اون طرفش آخه شوه میکنی بچه وای نرگیس هایکو کدام نرگیس؟ دختری کرامت خوبه ها همونه گیرم میفتاسیم این کار دیگه نکن این کار عموما آرزو نکن بچه جانی من شو تینجی میده دو وای تو با خواهر میشد چی؟ ها من با خواهر میشد؟ نه تا چای بیار دادو لبه من ساکنه هایکو نه تا بیس بوت برو ساکنه هایکو دختری غیاسیدین اوستا خب این قیاسی بولونگی ها همون دختری خوردشون ساکنه ها همون چیه؟ ها دادو دورش به من جدا شوخ گذاشتگی ویم توی اکا میگو ده ویم خواهرم می یکم دیگه شا انتخاب کن بچه دادو وریانتی آخرین ها گوزن دلنوزه دختری شرافت خالی دوزنده هیان کو؟ چپان دوست ها این همونو اکو من تو با حوضی یک گب زنم ممکن خفه میشیمی میگویم ده آخه تو ویا دلنوزه اپا میگوی ده چی؟ هم تو ویم خواهر میمان با خواهر بچه اکو تو همیقا محلی کلان تو یک دیگرش انتخاب کن خدا خواهد توی بازی میکنیم ده رفت بچه جو رفت یک فکر کن یک فکر رو وشنه بیا یک شمال خورده بیا بچه رفت توبه خود دسیت همین دختر بودگی با این همین توبه کرم توبه هم بچه جان چاکه توه بوه جان من زیر چاکه دادم با من زن میگیرم گم ها روزی شده نو ها من این نرگزه هایکو دختری که اومد خوله همونه میگیرم گم وای خواهرات گفتن ها سونی بعد از وای ساکنه دختری غیاسیدینی اوستا همونه میگیرم گم وای هم خواهرات گفتن و حالا همه خیلی گفت می ها وریانتی آخری ها دلنوزه دختری شرافت خالی دوزنده هایکو همونه گفتم همونه میگیرم گم وای هم خواهرات گفتن بوا من زن نمیگیرم بچه جان زیق نشد اینجا بیا زیق نشد تو زن میگیری و خلاص اگر هم تو فکر کرده برویم بچه جان همین دادت هم دادی خودت نی اپی کارت شد دادی خودم نه солҳои пеш агар хато накунам мегуфтанд ки аскиягӯӣ ҳаст бале, дигар бале. намудҳои ҳаҷв аст واقعا Имрӯз درست گفتید чӣ? شما درست گفتید نسیبه این یک ژانری اسکیه بازم هست اسکیه گویی یعنی که از اول اگر فکر کنید و اکسیه بودگی نامش یعنی که یک نفر به شما لقمه میپرتوید با لقمه وای شما به طور حجوی یعنی که جواب گردانتون یعنی اکسیه وای گفتگوی وای و بعدا همین اسکیه باز میشد این اسکیه مثلا گیریم معمول است در مثلا همین وادی مثلا ولایت سوغد و وادی فرغانه گوییم امروز در شهر اصفهان همین معرکه اسکیه باز میگذرد حالا هم شده سوده است لیکن متاسفانه در یک دایره چایخانه‌چه میدهک لیکن آن زمان ها وقتی که ما به خاطر بیاریم مثلا محکمه که حاجی قلوف و چایخانه دلکشو که داشتن در اونجا مثلا گفتیم همه ژانرهای حج بود تا پانتومیم بود من دروغ نمیگویم چون که من تماشا میکردم متاسفانه امروز ما اومدیم تا به کجا رسیدیم ما رسیدیم به مثلا گفتیم تنها یک روی بردار کنی مثلا گفتیم دیگر لطیفه ترجمه میکنیم و نمایش دادن میگیریم اونجا پانتومیم بود مثلا گفتیم اسکیه بازم بود مثلا اینجا یک چند ژانرهای حجوی هست که مثلا صحنه‌چوی حجوی شعری حجوی مثلا گفتیم سرودی حجوی بود من شادروان استا مستو با چخیل یک سطح برداشته بودن این چیزا مثلا گفتیم حتی همین وقتی که سرود اجرا میکردن تالار الله که از خنده رودکف میشد یعنی امروز وقتی ما از تلویزیون طریق تلویزیون دیگر شبکه‌های خارجی کشور رو تماشا میکنیم ببینید یک کمدی کلاب رو تماشا میکنیم یک برای یک صحنه در دوام صحنه چند مرتبه یعنی چند صحنه خنده‌آور است که یعنی بیننده یا که همون تماشابین اونجا بوده میخندد ولی صحنه‌های امروزی که از سامانه‌های اینترنتی ما تماشا میکنیم
تا آخر آن لطیفه با گفته شما تا آخر آن لطیفه یا آن صحنه چه انتظار میشوی انا حاضر چی میشود بعد آخر ده چیز نمیشود. میدونید با یک سخن گفتم ممکن کسبیت نمیرسد به ما. همین کسبیت سپس باز یک چیز دیگر. وقتی که شما تماشا میکنید دکوراسیون و های بینید، دکوراسیون خودش یک چیز دیگر. مثلا آنها مخصوص همونجا مثلا گیریم یک صحنه دکتری هست، مخصوص همونجا به دکترخانه میسازن، اما کابینت میسازن. گمان میکنم بی سرپرست نمیشود. البته این چیز شدنش لازم. اگر ما خواهیم که برنامه‌های رنگینی حجوی عالی جناب باشد، باید دستگیری کردن نکن. دستگیری کدام معنی به هر یک ساحه خودش داشته باشد. همون حجو مثلا گیریم همون استراکتوری حجو مثلا گیریم دکوراتور داشته باشد، روشنی دهنده، سر و لباس، گریمور، آرایش، همه چیز باید که داشته باشد. انا این وقت ما میتونیم که بگیم که هستن مثلا گیریم لطیفه های صرف تاجیکی هستن که هم مثلا میخندونن. اکنون گمان میکنم که همین چیز اگر ما مثلا گیریم برای همونیم اگر باز میدونید یک چیز دیگر پیشتر محفل ها بود، نزد هر یک مکتب محفل ها بود که همون جوانکا اونده همون جبه مشغولیت میگذراندند و از بین همون جوانا مثلا گیریم خودی همون معلم دانسته میگرفت کدامش به چی قادر است. سانی راستی گپ توجدین من خانه‌تان با آمدگی مسئله همین بامپوشی خانه‌تان با آمدم. همینه گفتم از کجا شما گرفتید کدام استا همینه؟ سلام علیکم. خوشبخت باشم. ببخشید اینا زوجه پسرتان می؟ نه زاکره که آیلم زنم. آیل خودتان؟ این بیچاره فقط مهنت من همین کارو باری خونه. همین کارو باری خونه گردنی زنها بده. درست. با زنی من بیکار ماند همه کتاب بدهی به ذوقش ای. نه سو کتاب میخوند. میگوید که کتاب گنجی بی‌بها. با قریبی پیش از تولد کردنش یک کتاب خونده بود. دو خرگوشه اسلام سلاموف نوشته این کتاب. خب هم تو خوند و تولد خونه رفته شرطی دوگانی تولد کند میشه. پیراد بگارم شد میگوید که کتابخوانی فایده دارد. فایدهش هر خیلی کار میشد یا توجدی نکن زاکیرکا این هیچی 2 سال پیش یک خوننده چشمم فرامد که دستی زنکانده کتاب. چه کتاب پرسید آخی؟ چه کتاب؟ الکساندر دیوما 3 مشکدور. بعد از امون تولد خونه رفته شرطی 3 گونی تولد کند میشد میا. زاکیرکا گجابا زاکیرکا شما تسترکا خونه میرم. تینچی میکا؟ من زنهای شما نمیدونم. من همین سحر چشمم فرامد که دستی زن من کتابی علی بابا و 40 راهزن که از خانه روم با یگان کار سر نکنه. شما از عمره انمان ایجادکاران اصیل هستید که یعنی نابسته از شرایط شما ایجاد میکنید و امروز شما فعال هستید، ولی میخوام بگوید که همین سخن یعنی که ایجادکار سری سنگ نیز ایجاد میکند کونه شده است یا نه؟ نه این کونه نمیشود نصیب خان. من باور کنید همون ایجادکار همون آدمی که استعداد دارد ایجاد میکند، لیکن گپ امروز درباره مثلا در کدام ما چه خیل میدهیم و چیزا مثلا گیریم ما میتوانیم مثلا گیریم یک قندی بینیات کنفتی بسیار شیرینه همین خیل دهیم باز میتوانیم و روی پشت شروع کردیم. نه بنابراین گمان میکنم که انا همین روزها مثلا گیریم من پیرانی کار خیلی روشان شد بود اکی عبیدالله دائما میگفتند که باید که یک مکتب باشد. یا مکتب باشد که بچه‌ها تیار شده بیان بعد مثلا گیریم صحنه بلند به اجازت گیرن برایان. خب انا همین چیز باید برای مانده شود. گرچند من میدونم که این ژانر حج ژانر می باشد که چی گم یک مثلا گیریم بیانگری مثلا گیریم برآمده گفتن نکن، لیکن باز از دیگر طرف خودی همون حجم‌نگار باید که کمی دانش هم داشته باشد. این خیلی نمیشود که مثلا گیریم دانش نداری لیکن تو میخوای که مردم خاندانی میبری یک شپاتی و یک میزنی و یک شپاتی توی میزند ازاری و کاندر میشن میغلطد. من طرفدار این خیلی حجم نیستم. ما باید امروز باید که یک حجم داشته باشیم که خواه تماشابین یوتیوب باشد خواه تماشابین تلویزیون ما مثلا گیریم تماشا کنند تاجیکا قائل کردنده انا همین چیزا گپ زند
برنامه شما را که من میدونم که تماشابین خیلی زیاد داره نصیبه خان بسیار میخواستم که مرا شنوند اون نفرایی که مثلا بگیم سرپرستی به تیار هستند دستگیری به تیار هستند من شنوند و در همین مثلا بگیم کارهای ما کمی باشد هم دستی یاری دراز کنم همین چیزا من بسیار خواستم که خیلی باشه من دیدم من امروز دوشنبه به اتوبوس دوشنبه پیدا شده بله شما نادیدید بله خب دو نفر سر و سیما میبیان با اتوبوس یکتاش دویم آشونه برام دست یکتاش یکم با دویم انگلیش عبدالله های فتاس پایانگلیش ها گفت شفیور نیست فتاس اما که اگه اینا نگاه کنید رفته روان ترقی کردیست همه چیز مثلا پیشتر چقدر اتوبوس بود حاضر چقدر انا همین چیزی میخوام در سایه حجم باشد خیلی خوب یعنی این لطیفه پس از دیدن اتوبوس دوشانه ایجاد شد بله در این 30 سال از یک طرف نگاه کنید یک مدتی کوتاه است از دیگر طرف یک مدتی خیلی طولانی هم هست لیکن کارهای به انجام رسانیده شد که امروز خودی همین دوشنبه به اگر قدمتان رسد خود تماشابینی که از دوردست ما رو تماشا دارد یک بار در آمده یک بار بینند که دوشنبه امروز یک در حقیقت هم پایتخت تاجیکان شده است و با همه اون نفرانی که من همین بیناهای من همین باغ‌های گوییم عموما همین چیزهایی که یعنی همه آبادی ها کردن من منتدار هستم و خدا کرده باشد که دائم پایتختی ما همیشه زیبا باشد سلام علیکم زنک جون شتیت می خشوبه کرده یک قند و علیکم السلام تته جون مانده نشوید جانی من رحمت کارتوشکا خشوبه کرده شتیت می ها هی کارتوشکا هم نقش دست کن نه ها داداش برای چی شما اینقدر بر وقت امروز بر وقت ها زنک از کار آزاد کردم من راندم نه شما راندم می از کار نه آزاد شوهری تو از همین روز اعتبارا کار نیست نه شما رو از کار راندم بله برای چی نباشه تابتون اینقدر خوش نفهمیدم برای چی اینقدر تابتون خوش آی زنک من از کار راندم ماندگی های شیناندم یک چیز دیگر رو باید بگیم که بزرگانی که در ساحه حج کار کرده آمدگی بودند آنها یک مکتبی خودشون داشتند البته و ما باید اکنون اون پرچمی که در دستی ما سپاریدن همون ما دوامش به دوام دهیم امروز به فکر من استعداد دریافت کردن و من میخواهم که در تمامی مثلا بگیم دیهه های میده اثر کرده تا شهرهای کلان آزمونی حجمنگار مثلا یا خنده یا ما اعلا ما استعدادها رو کافته استادیم همین چیزایی ما تشکیل کردن ما در کار در سطح پایانی علاقه ما تیار کردن ما در کار خوب انا همین خیلی کرده و راه میاوم با صحنه بلند یعنی از سطح اقلا یک تا میابیم بله برای چی نه مثلا همین چیزا من گمان میکنم که اگر همین چیزها راه مانده شود بهترین کار میشود یعنی همون سالی که شما تحصیل میکردید تماما در دیگر رشته من مهندسی ساحه خوراکواری بودم بله یعنی آزمون شد که شما رو آوردید به ساحه صنعتی یک اشتراکی من در آزمون بستان ایجادات خلق تمام تقدیر حیات دیگر کرد چیکار یعنی شما تصور هم نمیکردید یا پیش کم کم حاصل شد باز من بر زمین میگم که در خویشاوندا حتی در عائله ما در مثلا گفتیم گذشته های ما یگان نفر صنعتکار نبود خوب من از این تقدیری خیش بسیار خرسندم چون که اشتراک در همون ایجادات خلق بستان و گرفتن همین خالی بلند یعنی که این سببی آن شد که من به این کوچه رفتم و پشیمان نیستم زیرا من دانشگاهش ختم کردم با استادانی که طریق تلویزیون تماشا میکردم با اونها مثلا شناسایی پیدا کردم این خوب است مهنت کنی مثلا گیریم ویش میبینی حاصلش میبینی البته مادر جان من رفتم یک دعا کنید من یک تا همین کفشم یا کفشم وای بچه آچه کجا میری امروز با دختری دوست داشتم یک کمی مراتب وام میخوریم مادر جان های همین روز کابا نمورده خدا رسانده اله آمین
همون دخترتو معقول کنو همینجا به تو شود. آمین آمین. گیری هم آمد. شد گریه نکنید مادر جون من رفتم. ایستو بچه ها چه؟ لابه مادر. یک من تو با یک چیز رای میکنم روش کرماندگی من تو با. همین گیر. خودت کتی بر. فناریک؟ آخه فناریک. مادر جون موزه همه جا سویت هست. چیکار میکنم من اینا؟ تو کیسه بکرده رفتن گیر بچه جان. مادر جون. مغز رفته بید. مونه در کرده. فناریک در کرده. اینه گرفته بر بچه او چه گرفته بر. آخه مادر جون فناریک چیکار میکنه؟ بووا؟ ها. او همه جا روز روشنایی فناریک چی بدار کو؟ وای محمدانا. من میدونم تو میدونمی. همین گفتگی کارو میکنه کیسه بمان همینا. مادر جون اینه گیرید من به در کرده. گیرید در کرده. رب اینه گیرو رب آخه تا. آخه مادر جون من اینه چیکار میکنم؟ گوید که من چیکار میکنم؟ تو میاری اونجا آخه تا بگرم نمروشان میشه. تو اینه گرفته رب بچه جو تا. اکو فهمونید من فناریک چیکار میکنم؟ بووا جان آخه بیرون روز روشنایی این چی بدار کو فناریک آخه؟ وای منه به تو هر میخوای واخوری گفته بیارمی فناریک رفتی یک تا عجینه خالی مامه گرفته آمدی. این زارا اون تو بینو سالی درستش گرفته بیا. رب و جان دیزه گفت کی؟ حالت در راه عجینه. خود استودیو شما در چه حال قرار دارد؟ خود استودیو ما امروز جای پوشیده نیست که همین خودی آمدن همین بیماری کووید بسیار به کارها تاثیر رسوند. بله. خب ما امروز آمادگی گرفته ایستاده ایم یک برنامه کنسرتی در شهر دوشنبه برای خاطر اکای عبیدالله برگزار نماییم و گمان میکنم که نزدیکی ماه نوامبر می شود این چیز. انا باز هم بسیار میخواستم که با تئاتر آینه همکاری کنیم یک بار که اونجا استاد راهبر به حیث راهبر بودم و میخواستم در همکاری یک برنامه کنسرتی اونجا برگزار نماییم و ممکن است که این نقشه ما جامع عمل پوشد زیرا ما حاضر کار برده ایستادیم در این ساحه در این جبهه. حالا میخوام نبیاری بابا و بنمی و راهبر صنفات نمی روز شب تو امروز مکتب رفتگی نبیارد تو یا روز شب بابا شما رو شبه چوبا من امروز مکتب نرفتم کو بابام گذاشتن گفتم یا پیرت بگردم من نفتیمی من گریختم نباشم یارف استاد عبیدالله رجب روحشان شاد بود. دائم افسوس می‌خوردند که در فیلم ها کم نقش آفریدم و خیلی فرصت زیاد رو از دست دادم. شما چی یعنی خواهش نداره که در فیلم ها نقش بیافرید؟ من خواهش دارم لیکن اگر کارگردان ها دعوت کنن من البته میایم. خب باز چیز دیگر رو باید فراموش نسازیم که چطور گفتم من هنرمند ایمپروویزاسیون هستم. بله. همین به من لایق کرده اگر یگان نقش یابن من برای چی نه من میبیام و میبازم چون که مثلا گفتیم از هنرمند انا همین چیزها میماند مثلا از باغبان باغ باشد از هنرمند فیلمش میماند صحنهش میماند یک سخنی مثلا حجوی که وای گفت خنده‌آورش همه چیز میماند نه بنابراین من طرفداری اونم که مثلا دعوت کنن من با جان دل میام برای چی نه. السلام علیکم مرحبا گذارید چی دوسنت کاتدرای فیزیکا و متماتیک دانشگاه دولتی خوجان با دورانی صاحب بنیهایت خوب مرحمت چه خدمت راستیگه گوشم سوختگی دکتری آور بینه گوشتون سوختگی خب مایلش حاضر میبینیم ده حاضر همین کار شد حاضر شد حاضر تبابت میکنیم خوش یعنی بید شد برام شد این گوشتون چه سوخت؟ میدونی چی؟ من آدمی بینزم خب همین سهر مجلس بود پیش ریختم گازمال گرفتم گازمالی تصفان شیمه ما اوچوب کردم اوچوب یک بار خانه سوزد همین پدرانتی تلفن صدا برو تلفن شد سلاسیالوگی که تلفن هم میگیرم گفته بودید گازمال گرفته علیوگل میشد ایناش برای چی سوختگی؟ یاری تجربه جرسم نکا بود کو با تلفن میکنم گفته چرا با حالگی
چی؟ агар шуморо рӯи саҳна даъват кунанд бо ягон ҳаҷнигоре ки дар импровизатсия хеле хубу бо маҳорат аст, яъне шумо аз ки ҳарос мекунед ва аз ки ҳарос намекунед, яъне ба истилоҳ чӣ тавре ки мегӯям ба дуэл мебароед? аввалаш ман гуфтанӣ ҳастам ки агар ҳарос мекардам ман ба саҳна намебарондам. бисёр мехостам ки бо пирони кор масалан гирем бо ҳунармандоне ки масалан гирем дар соҳаи ҳаҷви тоҷик як нақши худа доранд, бо онҳо ягон намоишномаи пурраро бозӣ кунем. пештар масалан буд ку ҳамин намоишнома. хуб худи ҳамин нигоҳ кунем, агар нависанда Бошбеков зани оҳанине ки иҳо ба саҳна гузоштанду ба нақши қушхорбой чандин нафара интихоб карданӣ буданд, лекин Акиву Байдуллоро гирифтан ҳамун ҷо гузоштанд ки ҳамун ҷошта фуромад вай одам. Масалан ҳамин хел чизҳо бошад беҳтарин кор мешавад, зеро як командаи ҳаҷвнигоро сарҷамъ шаваду масалан як саҳна бозад ва ҳаматарафа мехоҳад ки вай тамошо кунад масалан мардум. ва ҳам този гирифте шуда ютуба партофтан дар кор нею, бояд ки мо равем ба ҳамун клубу қасрои фарҳанге ки ноҳияҳо аст, вай дигар хелайда назди одам ба зинда баромад кунед. боз баъди намоишномаҳо саволу ҷавобҳо мешудагӣ, бо мардум нишаста суҳбати озод. ҳамин чизҳоро бояд боз зинда кунем. шумо дар театр солиёни зиёд фаъолият кардед. мехостам бигӯед ки дар театр низ шуморо ба нақшҳои мазҳакавӣ даъват мекарданд ё дар дигар жанрҳо низ? асосан гирем намоишномаҳое ки онҷа бояд ки як каме бошад, ҳам ҳаҷв бошад, ман ба ҳаракат мекардам ки ҳамин нақшҳоро диҳанд ки ман масалан гирем онҷа. лекин коргардонҳо бисёр бо ман зиқ мешуданд, чунки театр бояд ки аз ҳамин текст берун набароед. лекин акнун мо ки аз ҳамун худи клуби ҳозирҷавон омӯхта шудаем, импровизатсия гуфтагӣ чиз дорем. ҳамин чиза ман бозӣ мекардам, як вақти илҳомам меомад бозӣ мекардам ки коргардон мегуфт стоп шумо хеле чӣ накунед, инҷа аз рӯи текст равед, чунки вай ҳунарманд тексти шумо ба дида ҷавоб медиҳад. ҳамин хел Насибахон ба шумо мегӯям, ин сирри махфӣ буд, ба шумо мегӯям, ман оиди як баровардани як китобчаи майда ана зиёда аз 10,000 латифа гуфта онҷа бо ҳозир ҳамин ба тайёри дист додам, намедонам инам бо ҳамун вай омада дар мемонад вай чиз ба маблағ ба бояд ҳамин чиза бароем, чунки масалан гирем як раҳба бароед варақгардон хонда рафтан гиред беҳтарда. мана масалан гирем поезд вақти мардум меран ку як проводница гӯем, ҳамун роҳбалади поезд ҳама ин хел дари купеек шуда хориҷиҳо ҳастами нестанд, хориҷиҳо ҳастами нестанд, хориҷиҳо ҳастам, охиринаш бирафта хориҷиҳо ҳастами нестанд. гӯяд Абдуқайюм вай номачи кондитсионера куш, хориҷиҳо нестанд. сайёҳие бинед, як гурӯҳ сайёҳо омада ки дарвозба ҳаво гарм, вай сайёҳ байнашон духтаро аз гуфтан як обозӣ мекунем, ҳамин оби бисёр як вай гуфта рафта обозӣ каса, як ҷавонак омӯзадаст гова карам нестаст, нигаҳ мекунад ки духтар амҷо истода, акнун сари либосо кашида обозӣ та девочка гуфтааст. вай духтарам да молодой человек, это что вот Русия фамилик нағзда, это вот на это вот это. Гуфтам чи что? Гуфтам чуқур чанд кас рафтагӣ дигар набурома. Гуфтам что? Это вот купаться здесь не разрешаться. Я балокари офтазда. Ой, духтаракам астан сари либосо пӯшиса. Купаться не разрешаться, раздеваться бемалол. Тобакам. Ассалому алейкум, Лолаҷон. Ассалому алейкум, раисҷон. Хуш омадан. Раисҷон, рост шумо ёд карда будем. Нағз омадедми? читу шумо? Нағз раҳмат. Саломатиҳо нағзми? Нағз раҳмат. Сафараком бахайр бошад. нагӯед, Сочи будам, Крим будам. Беҳтарин. бисёр офтоб хӯрдем, саломатӣ ба фоида дорад гуфтам. рости хайрако омадем як корхона ба. хай читу ҷони ширин, корхонаҳо тинч, ҳама ҷош ба? Тинч, раҳмат. Раисҷон, ду хабар дорам. Аз кадомиш оғоз кунам? Якта хабари нағз, якта хабари ганда. хуб, гӯш аз кадомиш оғоз кунам? модоме ки ду хабар дошта бошед азизам,
از همون گندش سر کنید چی کنید؟ خبر گنده همین که رئیس جان کارخانه ما بانکروت شد رئیس جان ها پگاه طریق آکسیون به فروش مانده می شود. چی می شود؟ با فروش مانده می شود رئیس جان کارگران ما همشون عریضشون رو نوشتن و رفتند. چی از 367 نفر؟ رفتند و دین همسرتون یعنی زنتون اومدن بودن که کارخانه؟ چی باید چی میخواد؟ سیفتون رو کشوفتن رئیس جان. شما پلیت رو با ما پرتوفت رفته کشید. شما با کشوفت؟ هم کشودم و یک از همه پولای گرفتن. بولماشا گفتن که همین بولونگیش چی؟ من گفتم که دلار هم گرفتن یانگم. در سومپه شما 2 چیپته دیدم فرزنداتونه گرفتن و رفتم به دیگه شهر. بچه های؟ رفتم رئیس جان شفیاتون هایکو عبدالحمی ماشینی آخری مارکتون بود که مرسدس ماشینتون بود که последний مدل مرسدس سیاه برده زد و در جایش هلاک شد هوا روزی 3 عبدالحمید رحمتی گوید رئیس جان و در آخر رئیس جان خبر آخرین دیروز قسم کارخانه ما پورا سوخته شد سوختار شد ها رئیس جان چون شما باید رئیس جان رئیس محترم خبر دو خیال گفتید نغزش خبر نغز رئیس جان خبر نغز همین که با قربی من و شما پسردار میشویم من دینه با اوزی رفتم رئیس چقدر شما با رئیس عموما در زندگی بود کاری که شما از آن تا حال افسوس میخورید؟ پشیمان هستم از حد بی حد باور کردنم به یک شخص دیگر. بنابراین از همین چیز پشیمان هستم. من دیگر از یگان چی پشیمان نیستم. اگر امکانیت به شما دست بدهد چه کارها رو انجام میدید؟ من میگرفتم مثلا گیریم یک تئاتر رو تشکیل میکردم که در آن تمام منطقه تاجیکستان رو در بر میگرفتم. یک نمایشنامه‌های تهیه کنیم، یک نمایشنامه‌های روی صحنه بیاریم که ساده میل حجوی باشد، اونجا فقط هنرمندای حجو باشد و همین چیزا میخوام. بابا جان دوریتون چه بچه‌ام مامان بچه جان بابا جان نمورید بابا جان جان بابا بابا جان بعد سری من تو به جان بابا یک تا فرما موندم چی؟ نامی من به فرما بچه جان وای فرما بچه جان 35 سر مادگاه 45 سر بقه چی؟ 110 سر بره 65 دانه مرغ قلو 7 سر بوزی شیر میداده که هرسیسکی 300 سر مرغ خانگی بابا جان من تو به ماندگی 3 دانه تراکتور 4 دانه ماشینی بارتوای بچه بابا جان آنامی من تو به هوای فرما خودت به بچه جان بابا جان این فرما کجانده؟ حاضر دستم سبته حاضر بچه جان حاضر ای خدای بچه جان بقای گریه نکنم بچه جان من همینجا به ادنا کلاس نگه در اون فرما ادنا کلاس نگه وقتی از ولایت سوخت سفر میکرده تا به اینجا با چی واقعه روبرو شدید؟ راستیگر میدونید هر باری که من به دوشنبه شهر میبیام یک ماشین میشنید که راننده تاکسی اونجا باز با همراهی شما 3 نفر 4 نفر میشنن الکی صحبت کور میگیرد از همون خودی مثلا گریم خوجان تا دوشنبه صحبت کنم میبیاد هر باری که میبیام هر باری دیگر آدما میبیاند یکی میبیاد مثلا گریم پسرش برای دیداربینی قسمی حربی سوخت برفته است از جرگتال بودیان امکم آمسادیم آنمی خیلی آمسادیان وای کس همین خیلی جدی آینه به نزدیک شدگی وای اونجا وای پریوالا گذاشتگی بعضی چقوری‌ها هست که همین خیلی قپیده سخت قپیده گرفتیان که گویا که از سخت قپیدنی و یگان چی وابستگی داره خدا نخواد رفته مونیم یا قپیدگی میستن خودی که اکنون آمسادیم من گفتم امک کجا رفتید من پسر ما دیدم آمسادیم خیلی چطور نغز می درست نغز قسمای حربیش بدار آمدم وای میدونید می
خوراکشون گوشت بود است میگه. درباره همین یادم برسید و بعد من لطیفه گفتم وای کسب من گفتم با قسم حربی تفتیشاتچی‌ها می اومدن کماندیرم دارم همون آشپز جیغ زده گوش کنید تفتیشاتچی‌ها می بیاد گوشت پتا خوراک باخت است تفتیشاتچی‌ها کامera وقتی اومده که همه تفتیش کرد جای خوب جای مشق اکنون آشخانه با اومدن آشخانه بیان هر باری که کافلزی و کلون کو این خیلی میگیرد یا گوشتی کلون کوسبه این خیلی میکند دراز میکند کوسبه این خیلی میکند دراز میکند همه خرسان کماندیر بعد رفتنی تفتیشاتچی خاندش زن دمی عبدالصبور آشپزی ما گوشت اگجوفتی است که بیام هیچ گوشت نبود یخت همون استخوان بود ما بستگی بودم کافلز با و همیشه میفرماده گشته همون اینو بینید که استاکوری بینید یخت وقتی انا باز یک چیز دیگر درباره تفتیشاتچی‌ها گپ زدیم یک باغچه و تفتیشاتچی اومدن زویدش باغچه پیش همون کمیسی رفته دسته انا اینجا باغچه ما من اینجا باغچه‌ای که جایی که بچه‌ها بازی میکنن انا اینجا جایی که بچه‌ها خواب میکنن انا اینجا جای خوراکای ما با بچه‌ها بازیچوی اصلا از نقص‌ترین خوراکی اصلا شیرین‌ترین گفت یک بچه چه گریه کرد طرف بده کمیسی رفته سرش سیلا کرد هم بچه‌م چه گریه میکنی گفت من باغچه همین خوله میخوام گفت تو بگم سمرقند بودیم غیجدوم رفتیم بعد از سمرقند یک حولیک بدون اكو محله برفتیم یک حولیک دیدم درش همیشه چوبینی دور پیشنا حلقه‌ای همون داره همیشه همیشه کشوده موندگی در اومدیم که یا مردک همیشه شتاست این خیلی داره این خیلی پوچکاش که این خیلی داره اینجا لوی چیکاریست دست من گفتم یک تا من فهمم $50 گفت من گفتم چیکار لوی قپیدم $50 گفتم ها اوای اونجا من معلوم شد که انا همون چیزی که اسباب‌هایی که اون دورای پیش بود همون موندگی اگر توریست مثلا سیاح خواهد که یک لوی خپد $50 میگیرن چون که این همین خیلی بوده بهترین طرز پول کنی بعد از اونجا میبری کمتر حوالیش میگردید که طبق است اونجا به کوس است میخواد محصولات خودشون بعد اونجا با همین گلکاری کرده که هوای باز $50 دیگر ده شما ده میتیان فهمید انا همین چیزا دیدم من گفتم سیاحی هم ساحه بهترین بود است و اگر یک سیاح اومده مونگا بهترین کار است بهترین کار است ولی مردم ما اگر اهمیت داده باشد بیشتر به سیاحان هر چیزی که دارند تحفه میکنند بله مهمون نواز هستند بسیار مهمون نواز هستند الان این طرف شما کارتسازا هستند کارتسازا هستم یه روز رفتم که یکتشون کارت دادم من با تحفه دادن تحفه دادم من کو قایدی و کارت گرفتم بعد یکو چی دادم نکرو خیر درست بعد این خیلی کمو یک سومونو دادم بعد آدمم 20 درهم دیدم میشد گفت من گفتم خیلی چرت دیگه کارت دید اگر 20 درهم همین یا جا رفتم یا نفر دو کارست کمت یا دو غمنت یاد هم تو فکر بگر همین کما خودش غم درست باید دوغویی که وایده اینا برای من گمان میکنم که همین هر یک کاری ما هر یک رفتاری ما این خودش یک حجم است باید که از وای از داخلش یافته و مثلا اگر این با بطوری خودت بیان سازی کرد بهترین میشه بعد بزرگم ممکن نی؟ السلام علیکم بزرگم من عکس رنگینی گفته از آن رو آوردم مرحمت بله مرحمت میتونید جشن شینید من خود روزی میبینیم این چه کار؟ کارا بتون رسما کو؟ یادم نشده را قایدن آدم همین خیلی میشن میان تو این چه کار؟ آدم نشدم ورم سخه آدم شده که همینم کار می آدم نشدم ور چه زندگی بکنه در آقا من حیران میبخشید من حاضرم با تون عداقمند میفهمم آدم نمیشه ایها آدم نمیشه دکتر چی گفتم؟ با تون عداقمند آدم نمیشه گفتم وای دکتر عکس رنگینم دیده نقص تو گفتن این دکتر آدم نمیشه گفتم من تا خانم به فکرم نمیرم هوا نرسید من
سیاه گامو من همه چی رو می‌نویسم به فکرم من می‌مونم شما بطور آدم ننشی گفتید کجا آینه را من میبرم گفتم سیاه گامه من ننشتان زیاد رفیق لطفا با دست کرید من نزد آینه برفته عکسی رنگینی شما را میبینم گفتم که نگاه میکنم چشمم به evakuatorчика افتیده ماشینی من برداشته رفته دارم خونه سوخته اصلا اینجا سر داد کنم توری نمیگیره داشت اینجا دوی ماشین داشت بنابراین من کامتا جنجال کردم جهرمونم برآمده رفتم حاضر آمدم من عکس رنگینی شما حاضر اکنون میبینم من رفیق بیمار چه سوال از ما انتظار بودید که ما به شما ندادیم یا فراموش کردیم؟ باور کنید نصیب خان من وقتی که بابت انمی تلویزیونی سینما سخن میرود من گفتنی هستم که یک کاری ثواب کرده استادید میدونید کدام کار آن کینوفیلم هایی که در پولکه های ارخیو خوب بودند و چنگ زیر کردن میستادند همون چیز روی کار و برآمد الکی این چیز یک وای میشد دستاوردی ما میشود انا خود همین حسنی عربکش مثلا گیریم یک همسایه من عبدالمولان هستم پدرشان همونجا چایخانه‌چی بازی کردگی وقتش بود برای همین نگاه کنید دیگه خانه‌شون به گرفته میمونن هر باری همون چیزا تماشا میکنن فرزنده اومده چی میکنن اینا بهترین چیز است یک نفر گفت که هر یک کارگردان فیلم یک موضوع ها را مثلا به نوار میگیرد که بعد از 3-4 سال همون موضوع نیست مثلا لونی پاپا مثلا روی نگاه کنید یک قشلاقه که همونجا به دیهه ساختن بهترین چیز بود مثلا یک تخیلاتی بود و بهترین چیز بود آب از کجا می آید من این فیلم باور کنید اصلا خوردکیم دوست میدارم نگاه کنید اگر وای فیلم هم بهترین فیلم آخر آب از کجا میاد دو تا بچه که منبع آب کافته میرود این هم یک چیزی که کودکا باید که اصلا چیزا آموزن بهترین چیز است ما داریم بهترین چیزا وقتش به کینستودیو تاجیک فیلم چیکار دیگه بنابراین این تلویزیون سینما امروز یک کاری بنهایت بهترین رو به انجام رسانده شده است و برای همه کارمندان در این جاده پیشروی میخواهم موفقیت میخواهم بگذار تنشان صحت باشد کار با دوام میدین خدا اگر خواهد و باز یک چیز دیگر که همین مسئله دوبلیاژ بود مثلا گیریم همین دوبلیاژ هم من میدونید چی به فوتبال تماشا کردم کامنتاتوری تاجیک قتیده وقتی که توپ میبیارد و مثلا گیریم نزدیک دروازه من نتونستم اون قاپیده و چی گفتم لیکن وای بهترین است که مثلا امروز ما با طرز بازیکن تاجیکی تماشا میکنیم و فیلم‌های تصویری تماشا میکنیم بهترین کارا با انجام رسوندن ما موفقیت میخوام یعنی شما گفتنید که دوبلاژ ما بهترین دوبلاژ است بله همین چیزا با دوام دادن در کار و فیلم‌های همون کهنه‌ای که شما روی کار میارید و های با خلق نمایش میدید این چیزی بهترین است من به همه اون نفرانی که این ساعت وقتی قیمتی خدا در این گذاشته ما رو تماشا کردن پیش از همه تنی صحت میخوام بگذار در لبانشون همیشه خنده باشد و آنها در وقتی که پولتی تلویزیون گرفته همین سینما را زیر کردن اینها خطا نکردن حضور بنابراین گمان میکنم که دائما با تلویزیون سینما باشند و در کجای نباشند چی گم از خنده کردن شرم نکنند برای خنده کردن سبب پیدا کنند سلامت باشید مقیمجون عبدوفتویف مرد هنر است. او در شیب و فراز زندگی و پیروهای هنر قدم زده همچون حجمنگاری شناخته در دل و دیده مردم جای گرفت ولی هیچگاه خاکساری و فروتنی را از دست نداد. رسالت هستی خویش را در شاد نمودن مردم می‌داند. از این رو پیوسته در جستجوی ایده های نو و جالب است تا مخلصانش از هنر او ذوق برند و لحظه زندگی خویش را پر از شادی و فرحمندی نمایند. ما نیز به او در جاده هنر برار و کامیابی می‌خواهیم تا باز هم با صحنه‌های ناتکرار و جذاب دل همگان را شاد و مسرور نماید.